الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد. السلام علیکم برادران اهل اسلام و خواهران گرامی قدر. از الله متعال خواهانی هستم که هر درسی که تیار میکنیم، هر سخنی که میگیم، الله متعال به نفع جان ما و شما برساند. و از شما یک کف دعا طلب داریم. بنده داره در جاده علم است. پیش از آغاز صحبت میخواهم اول بیان کنم که این موزه درسی که بر شما تیار کردیم حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره نفاق یعنی منافق چه کسی است. و فراموش نکنید برادرانو که منافق از کافر در بدتر است، به خاطر که کافر را میشناسیم از اون برحذر هستیم، میدونیمش که کافر است. یکی منافق امروز شناختن کی است. در دور پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم صاحب سیر پیغمبر حذیفه یمانی رضی الله عنه که بود، او را میگفتن صاحب سیر رسول الله. او را پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با او را منافقا بیان کرده بود. و دیگر نشانه‌های قیامت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتگی است که در آخر زمان منافقا بسیار میشد. و اگر هر کسی ما دعوای مسلمانی میکنیم، میگیم که الحمدلله ما مسلمان هستیم، ما خدا و پیغمبر را دوست می‌داریم، باید این خصلت‌هایی که الان حاضر بیان میکنم از ما و شما دور باشد. کوشش کنیم که همین ها را از خودمون دور کنیم. به خاطر که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه اگر در همین حدیثی که حاضر بیان میکنم توجه کنید که پیغمبر با ما و شما چی خبر میده. حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکند. ابو هریره دیگر صحابه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این حدیث روایت میکنند که ان عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود 4 خصلت است که در هر کسی که باشد اون منافق خالص است. توزه منافق وقتی که هر کسی این را برای خود اختیار کنه. و در کسی خصلت از آن باشد دارای خصلت از نفاق است. در بعض انسان ها دو تاش باشه و دو تاش نباشه، اون انسان ها میگیم که نشونه های منافق در تا است. مثلا یک تاش هست یا دو تاش هست، همش کی نیست، او را میگیم تو نشونه های منافقه داره. و هر چارش که در یک انسان که باشه همون را بردوام کنه، اون انسان منافق میگن. یکم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ یکم نشونه منافقیه که امانتش دی خیانتش میکنه. اذا اما خام گفته، هر وقت که امانتش دی خیانت میکنه. امانت چی را میگن؟ در پیش یک انسان یک چیزی تا یک پشاک تا یک بگیم که خوردنی یا چیزا میگذاری، میگوی همین را تو برگشتن من از جاش نجنبان و نگهش کن و نه خودت استفاده بر نه کسی را بده. همون انسان خودش اگر استفاده برده یا کسی را داد او خیانت میشه. به همین خاطر یک خصلت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره این امینش میگفتن، امانت نگهدار. امروز امتی او خیانتکار شده است، هر چیز خیانت میکنه، نگاه میکنه. مسلمان کیدت است، مسلمان خیانت کرده است، پول میدزدن. هر میگه رفیقش گفتیم جاش کردیم، امروز پول مدیسه خیانت میکرده است. هر کسی که این رفتار دور شه اگر نماز روزه هم کنه، نماز روزه او با فایده نمیکنه، به خاطر که نشونه منافقیه. باید که مسلمان خیانت نکنه. یک انسان عربی از زد ما گفت یا رسول الله قیامت کی میشه؟ پیغمبر سخنش دوام داد. وقتی سخنش جواب تمام کرد گفت سوال دهنده در کجاست؟ گفت یا رسول الله من هم جسم. گفت هر کسی که در بالای سر شما کلانتر شده امانت خیانت کرد خودش قیامته. به خاطر مسلمان از زیبنده نیست که خیانتکار باشه. دیگر خصلت منافقی را پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دلالت بر چی دادن؟ الکذب و دروغ گفتن. سخن زند دروغ میگوید. به همین خاطر با شوخی هم باشه به شوخی هم باشه باید ما و شما چیکار نکنیم؟ دروغ برای خود اختیار نکنیم. به خاطر که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث‌های مبارک میگه که پیغمبر شوخی میکنه که دروغ نمیگفت. یک کمپیر نزدش درآمد گفت یا رسول الله کمپیرها داخل جنت میشن؟ پیغمبر گفت نه. کمپیر گریانش نوروش گردون گفت ما در گجار میره. واقعا میگه کمپیرها داخل جنت نمیشن. گفت بلکه کمپیرها یاش میشن، جوان همه جوان میشن، مسفیدا هم کمپیرام همه یاش میشن، 30 ساله میشن، بعداً جنت میگیرن. نگاه کن پیامبر در اینجا شوخی کرده نه که دروغ نگو. امروز ما با شوخی به شوخی دروغ میگیم. باید مسلمان دروغگو نباشه. به خاطر که در دیگر حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه الکذب شجر من اشجار نار، میگه همین دروغگویی یک درخت از درختان دوزخه. هر که او همون درختو بگیم 50 میگه در دنیا منتشر شده. پیغمبر میگه
هر کسی که دروغگویی برای خود اختیار کرد همون نودها را به خود اختیار کرده و او درخت همون انسان را چکو میکنه، هم نودای هم درخت همون انسان را به دوزخ میبره. وقتی که به دوزخ بردش این انسان کاذب گفته فریاد میکنه فرد روز قیامت. فرد روز قیامت نون تنها میگن کاذب دروغگو و از صدق هم صادقی هم راستگویی هم چکو میکنه. درخت از درخت‌های جنت هست که نوده‌هاش در دنیا منتشر شده. هر کسی راستگویی و صادقی را برای خود اختیار کرد چکو میکنه همون انسان را به جنت میبره و فردا روز قیامت الله او را صادق فریاد میکنه، راستگو فریاد میکنه. برای چی ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگن؟ به خاطر که او را پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم صادقش نام کرد. به خاطر اولین کسی بود که معراج پیغمبر را باور کرد او را صادق نام کرد. بعضی او را انکار کردن، حضرت ابوبکر را چیکار کرد؟ قبول کرد. به این خاطر مسلمان در زندگیش از همه بهترین یکی که راستگو باشه. وقتی ما دروغگو شدیم زن ما دروغگو میشه، زن ما که دروغگو شد فرزندای ما دروغگو میشه، فرزندای ما که دروغگو شد اولاد ما دروغگو میشه. به خاطر ای دروغگو میبره از اویله بینماز و دروغگو و منافق فرزندای منافق بد میبره. به این خاطر دروغ در زندگی تو برای خود اختیار نکنید. این کار خوب هم نیست. در هر کجا باشه بعضی موضوعی است که اسلام اجازت میشه، مثل بین زن و شوهر جنجال میشه که در اونجا بعضی مقصد جنجال میشه، اخورک نمیشه، یا اگه دروغ میگوی بینش صلح میکنی، بین دو قبیله جنگ آدم کشیه، یا اینکه اون سری داره که حضرت ابراهیم علیه السلام برای زنش گرفتن گفت خواهر میگفت. بعضی وقت مقصد دروغ را اسلام اجازت میده در موضعای خودشو، نه اینکه امروز ما در راه روز دروغ بگیم شوخی کنیم بخندیم، نعوذ بالله خدا نگه بداره. دیگر این که سوم نشانه منافق چیه؟ اذا وعد اخلف، هر وقت وعده کنه خلاف میکنه. در هر جا که وعده کردی خلاف نکنه برادر. یادت که وعده کردی بگوی برادر اهل اسلام اگر همین کارا من ان میکنم، ان که گفتی اگر خدا بخواه کشید ایوداش که نورمدی گناهگار نمیشه، به خاطر که ان گفتی. به خاطر که در سوره کهف الله متعال به جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داد گفت یا رسول الله هر وقت هر کار کردنی میشه میگه فردا من همین کارا میکنم، در دام سخن بگو ان من همین کارا میکنم ان اگر خدا بخواد. ان معنیش خدا بخواد. من بگو برادر اگر همین را بتونم ان میکنم، نتونم هیچ وعده دادن نمیتونم. این تا که گفتی وقتی همون را از اودش هم که نورمدی در جهت منافق نمیشه. یکی امروز نگاه میکنیم بسیار انسان ها وعده میکنن، یک کس ای تلویزیون بررسی میرن وعده میکنن جای کار بیچاره داداش میمونن، یا دیگر هر کس را وعده که اینجا اومد بیچاره ملال شده قرض شده هر کار در مصیبت دیده که مبتلا شد بدون که در گناهش شریک هستید. دلالت کننده میسنی کننده برادران در این دنیا مردم گپ نمی‌بینی، فردا روز قیامت الله چه خدمت میکنه روز سیاه میشه. دیگر چیه؟ دیگر نشانه قیامت، نشانه منافق پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان کردن. چی میگه؟ ایدا خاصم فجر، هر وقت که جنجال کنه دشنام میده. به اند کار مسلمان باید به عقارات و به دشنام راه نده. بعضی مسلمان امروز میبینیم در دهن همدیگر فلا می‌زنن، نعوذ بالله خدا نگه داره. دهن عقارات کردن کفر برادران. مسلمان در به اند کار به یک مسلمان دشنام نده. اصلا اینکه صحابه پیغمبر میگه در پیش قبل پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گریسته شد، یک انسان ما گفت چقدر گریه میکنی؟ و گپای سخت زد گفت ان الله لا يحب الفاحش والمتفحش. و به ناموس من از همه پیامبری که در زیر قبر است میشنیدم که خدا فحش فاحشگی را دوست نمیداره. الله فحش فاحشگی را که دوست نداره، وقتی ما او عمل که میکنیم در نزد الله ما به قدر میشیم. وقتی انسان دشنام که میته شیطان کلون میشود. وقتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگه شیطان خورد میشه. وقتی با یک کس را دبل میکنیم دشنام دادن میگیریم همدیگر ما چیکار میکنیم شیطان کلون میشه، قوه میگیره، غضب بین هر مو میاره، چیکار میکنه گپ به بالا میروه و با عقارت با دشنام بخفه. به همین خاطر مسلمان باید صبر داشته، تحمل داشته. این چهار نشونه منافق است که در امام مسلم با میگه صلا و صوم میگه، با همین انسان نماز میخونه با روزه میگیره. و این تکیه نکنه که ما روزه داریم نماز داریم تمام این گناه ما میشه. برادران بدور شکی نشونه منافقه. نه نماز و نه روزه تو به درتون نمیرسه وقتی شما این نشونه را ترک نکنید. منافق با میگن که از کافر در بدتر، کوشش میکنه از اینها نباشه. با همین عبدالله ابن عمر در دوام این حدیث دیگر حدیث در پایین میفرماید که با منافق مثل گوسفند ماده هست در رمه باشه، اگر یا دم قای رمه میره میچره یا دم قای او رمه میره میچره.
مقصد منافق نگاه که پیش کافر رو برا میگم قیش مایم، پیش مسلمان رو بیا میگم قیش مایم. یعنی خاطر مسلمان شدی مسلمان خالصی، ظاهر تشکیل که آراسته میکنی باطن تمام تکا. منافق بیرونش زیباه درونش مثل حاجت خونه. به خاطر کوشش کنی که خدای مهربان منافق تو نگردونه که فردا روز قیامت نه نماز تو نه روزه تو هیچی به درتون نمیرسه. اوجا احکم الحاکمین پروردگاره در هر کجا که باشه مسلمان با اخلاص با ایمان باشه همیشه توکل کنه به سوی الله کنه، از بزدلی و از همه چی دور باشه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میگه منافق در مسجد مثل پرنده در قفسه، مسلمان در مسجد مثل گلماهیه که در دایره شنا میکنه راحت میکنه. به خاطر کوشش کنه که در مسجد مثل مسلمان باشه، از نفاق دور باشه، ان شاء الله برکت میده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.